رحیم دوست عزیز خوش آمدید به تمام بیننده های چنل یوتیوب سالمیر که ما را بیننده هستید. ما امروز در شهر کابل از یک مدرسه دیدار کردیم که مدرسه بی بی زهرا، قسمی که خودتان میبینید بسیار منشورترین مدرسه است. ما اینجا آمدیم که از یگان شاگرداش سوال بپرسیم و ناگفته نمونه که سوال ما جایزه هم داره. علیکم السلام و رحمت الله. میشه نام تو بگی پرسید؟ احمد راشد هستم، فرزند رحمت الله که از شاگردان مدرسه بی بی زهرا. حفظ خلاص کردی؟ نه خیلی 20 پاره حفظ کردیم. ماشاءالله 20 پاره حفظ کردی؟ بله. چطور از درس های قاری زد؟ شکر الحمدلله خوب درس میته و سرما زیاد کوشش میکنه. تعداد چقدر شاگرد است مدرسه؟ تعداد زیاد است. تعداد زیاد شاگرد است. لیلی است یا نهاری؟ چه رقم؟ نهاری است. پس میری خونه؟ بله خانه میری. دو سوال داریم، یک جایزه. آماده هستی؟ آماده است. اصول دین چیست؟ اصول دین 3 دانه است که عبارت از توحید، معاد و نبوت میباشد. آفرین ماشاءالله ماشاءالله. نماز چیست؟ نماز یکی از طریقه خاص بندگی خداوند جل است که در یک شبانه روز بالا انسان 5 وقت فرض میباشد. ماشاءالله ماشاءالله. تشکر خیلی میگم تشکر میشه. خوش باشید. علیکم السلام. اسم من ریحان است، ولد رحمان عزیز از ولایت ننگرهار و در کابل در مدرسه درس میخوانم. کدام مدرسه هستی؟ مدرسه بی بی زهرا. معرفی کنی به تمام بینندگان چنل یوتیوب ما. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. نام رامش است، ولد صفدر. یکی هم از گلدره هستم، دیگه در مدرسه بی بی زهرا درس میخوانم. ماشاءالله. چقدر خوش هستی از جناب قاری صاحب؟ زیاد خوش هستم. حفظ خلاص کردی؟ نه 3 بار حفظ کردم. ماشاءالله ماشاءالله. الله توشنی بندازه دلت که تمام خلاص کنی. چطور از درسات در مدرسه؟ خوب پیش میره. یک دو سوال داریم قاری صاحب. آماده هستم. قرآن کریم کلام کیست؟ کلام الله جل جلاله. الله متعال کی است؟ الله متعال پیامبر تمام الله متعال خالق مالک رازق تمام مخلوقات است که هر چیز را که بخواید انجام میدهد. ماشاءالله ماشاءالله. این توفیق ما یک قطعش همیشه حفظ کنید. اسم بلال است، ولد اجمل از ولایت میدان وردک و در مدرسه دارالحفاظ بی بی زهرا درس میخوانم. کتاب میخونی یا حفظ کنی؟ نه حفظ میکنم. ماشاءالله. خلاص کردی؟ نه یک 16 پاره خواندم. یک دو سوال از پیشت میکنیم، مگم جایزه هم داره، جایزه ش ببین چقدر مقبول است. صحیح است. صحابه کرام که ها بود؟ صحابه کرام یا یعنی یاران حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بود که هر حکم الله جل جلاله را به طریق حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به جا می‌آورد و از الله جل جلاله از او راضی بود. ماشاءالله. اشعری مبشره کی بود؟ اشعری مبشره 10 تا بود که نامش نبی کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عمر و طلحه، زبیر، عبدالرحمن، سعد، سعید، عبدالرحمن یعنی طلحه، زبیر، عبدالرحمن، سعد، سعید یعنی ابو عبیده. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. چقدر خوب. اینا دوستا قسمت میده کنم کمی کسی هم داشت فکر نکنم که داشته باشه. ان شاء الله صحیح بود. دو فرا از آن خارج شد. تشکر خیلی خوب استفاده کنیم. مگم بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالمسار هستم، ولد محمد داوود، ولایت کاپیسا. ماشاءالله. از کاپیسا آمدی کابل؟ به درس خواندن؟ بله. چطور از درسای قاری زد؟ شکر خوبه. حفظ خلاص کردی؟ نه 3 پاره خواندم. یک دور خیر است. تو یک سوال میکنیم، یک جایزه. صحیح. آماده هستی؟ بله. امامان اهل سنت و الجماعت کیا بودند؟ حضرت امام ابو حنیفه، حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک، حضرت امام حنبل. آفرین. چند تا شکلگش؟ 4 تا. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. همین توفر دیگه از اون خود میبینیم. ماشاءالله تو شاگرد لایق هستی. از کاپیسا آمدی؟ بله. خب دوستان عزیز، قسمی که شما دیدی از شاگردان پرسان کردیم. ماشاءالله چقدر شاگردای لایق که در این مدرسه درس میخوانه. آل در قولی قاری صاحب هستیم که میشه خود معرفی کنی قاری صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. نام محمد عمر است، ولد میرعلی خان از ولایت لغمان که از استادان از مدرسه است. ماشاءالله. چقدر شاگرد دارید؟ چقدر شاگرد این درس میخوانه؟ الحمدلله شاگردان زیاد هستند. شاگردان را فارغ کردید؟ به سال ان شاء الله تقریبا 10 نفر فراغت حفظ داریم.
ماشاءالله ما رو هم خود دعوت میکنید در چرا نی؟ محفل حتما فراغت. من انشالله. باز اصول داخلی مدرسه چه رقم است؟ کسی که میای اول دیگه برش میتیم فرم که میگیرن به زور خانه پوری میکنن باز تذکره کپی تذکره میارن که دختر عکس. تا جای ما شنیدیم دیگه کلا و دستمال این مدرسه هم تو با شاگرده که نو بله. داخل میگیره. هیچ چیزا که تشمکاری می‌کنم. میکنیم، یک دستمال یک کلاه تشمکاری میکنیم، کارت برش جور میکنیم. ماشاءالله دوست عزیز، قسمی که شما خودتون از زبان قاری صاحب شنیدی شاگرده خود در این مدرسه داخل کنید، مدرسه بیبی زهرا که کلا و دستمال بسیار با فیس کمترین اولادای شما را تربیت سالم میکنه. انشالله که از همه گمراهی دور می باشه. امین. همین طرز قاری صاحب. بله تشکر. تشکر جناب قاری صاحب، وقت تام گرفتم. خوش آمدید.